مثل غمخواری و مثلش قدردانی من که اوست، مثل غمخواری و مثلش قدردانی من که اوست. فخر میسازم به نامش چون کی برادر دیگه. زنای ادم که با پول فابریک صاحب خانه در روسیه، در تاجیکستان صاحب ماشین در یک ماه 2-3 جا سفر میکنن و همه اینها باور میکنید شما که زنهای خانشینن، چند تایی فرزند دارن، در تربیت فرزند خانشینن، شوهراشون اجازه نمیدهد که کار کنن در خانه شیشته به واسطه تلفن و اینترنت. هر یک این نفرها اول خودشون تنها بودن، بعدن آدم آوردن صاحب کارگر شدن، کارگراشون صاحب کارگر، یعنی ریشهشون پهن شد، یک کمانده کلون شدن. میدونید چی؟ همه اینها در دوام 1 سال انمی قدر دستاوردها را نایل گشتن. زیاد 3-4 سال، بسیارش از دوره کرونا ویروس و دوره بیکاری بپولی رجیستراسیون کردن. امروز این زنای میبینی حواست میبیاید از زیباییشون، از فسون پوشیشون، از آیلی که میگیرن. بعد که در 1-2 کنفرانس اشتراک کردم گفتم من
سر و پا میکنم از بابت غیبتی ما میکنم خواب و سر روز سیاه میکنم از بابت غیبتی ما میکنم خواب و سر روز سیاه میکنم با دو چشمان خمارش دل نشین و دل بره با نگاه بیقرارش دل کش و دل پروره با دو چشمان خمارش دل نشین و دل بره با نگاه بیقرارش دل کش و دل شادی ها تنین انداز باشد کوبه تازه بنا یافت مبارک باشد چشم ها نور و ضیا یافت مبارک باشد طفل امید من اکنون دفی مستانه زند طبقه علی کمال است و ما هم گفتیم امروز کمی زکرس کنیم بسنجیم مزه چگونه است. میبینم بلاگرها همه خیلی مزه داده و مزه کرده میخورن که حواسم آمده. این ما هم فرمایش دادیم 3 طبقه چون که امروز در خانه ما بسیاریم میسنجیم. بعد چشیدن حتما من آدزیوم را میگویم که چه خیلی است. از همین نمودش علاقه معلوم است. از بویش هم که بکنم چقدر طبقه با مزه گفتیگه با ساچ میه یا با پیازو خطی همش کنی بسم الله اول باهای آشپزه میتیم پاور با مزه کار میکنید که ما دیگه برای یک طبقه با مزه خوردن بسیار نمیرویم دیگه میه علو میکنیم و از طبقه علی کمال آورده با ما طبقه های با مزه را میرسونن. احسن در اقل به تعریفه بودین با ما اشتیایی تا اون